چهارمین گروه خطرناکترینش هم است. اینا کسایی هستند که بیخی نماز نمیخوانند. این دیگه خیلی سخت است. بیخی نماز نمیخوانند. او یک فرصت هم اگر پیدا شود غسل کرده لباسای جمعه را پوشیده از او خاطر میخوانه. او یک تایش هم در یک هفته ای که میخوانه به خاطر ننگ و عار مردم میخوانه. برابرگی هست، بیخی نمیخوانه. برای اینا چی است؟ در بهشت میگه بهشتی ها از هم دیگه سوال میکنن فلانه را چی شد، یا فلانه کجا بود، یا از کسی پرسان میکنه که تو چی شده به جهنم، یا اهل بهشت از جهنم پرسان میکنه که ما سلککم فی سقر. یا آیت قرآن کریم است چی شده که شما در سقر رفتن؟ گفت لم نکو من المصلین، ما از جمله نمازگزاران نبودیم، جای ما جهنم شد. جای ای تو مردم سقر است. سقر یکی از نامهای جهنم است. این دیگه کل چیزا را از دست داده. این دیگه رسمان بندگی از خود دور کرده. این دیگه شاه کلید هدایت از خود حذف کرده. این میفهمین چرا مرتکب شده؟ گوش بگیرین. این بی نماز میفهمین که چی کار کرده؟ بزرگتر از زنا گناه را مرتکب شده، بزرگتر از قتل گناه را مرتکب شده، بزرگتر از شرابخوری گناه را مرتکب شده. گپ من است، گپ علما هست. این اکبر الکبائر را مرتکب شده. این کسی که نماز نمیخونه، این را تارک الصلات عمدن میگن. بزرگتر از اگر کسی بگه زنا، او خانواده او زنا، لا حول ولا قوت، پناه به خدا، استغفر الله. قتل، اوشکو قتل چی میگی؟ من به خدا مگس کشته نمیتونم. شراب، به خدا رنگ شراب تاله ندیدیم، در بوتلش تاله دست من نخورده. هیچ نمیشناسم که شراب چی است، چه قسم جور میشه.